Парень, снимая это видео, не заметил ничего необычного. Но когда стал просматривать пленку, то ужаснулся от увиденного. У меня у самого мурашки побежали по телу, когда я увидел эту шутку. سلام و درودی به پایان بازم به همه شما مردمی مسلمان. سلام خدمت به همه شما میرسانم. خداوند بزرگ نگهبان همه ما و شما باشد. منم در این مسجد اینا نماز بامداد خواندم برادرای عزیز. اما ویدیویی که همو عروس روی کرد مقصد مرا در تعجبم نمون میگیم میریم نشان میتونم برای شما همو دروازه را یک جایی میبینیم. چی گفتی؟ خداوند بزرگ نگهبان ما باشه. الله اکبر. صبح صادق نماز بامدادی به همه شما مبارک باشه. کم کم هوا یا چکله بارون های انشالله که اینا هم اومدیم پیش هم مسجد. خداوند بزرگ نگهبان باشه. این حاضی میفهمیم بچه ها. ما راستی گفت خودم میشه تا سحر حیران شدیم که چی گپ چی گپ باشه. از همش دقیق میکنیم برادرای عزیز. اینجا در پشتش دو سنگ موندگه. اول دو سنگ من میگیرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو سنگ میگیریم برادرها. دو سنگ گرفتیم. واجی میفهمیم اینا. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرها گپ بین خودمون اولش خدا آخرش خدا. یگان گپ خبر نیست. این در همه خیلی اوس آمدن. قینه اینه که محکم شدنش نگاه کنیم برادرای عزیز. دستی ما من وقت چلیک مبرسونم خودش میره نگاه. اینا بچه نرفت کو یا نوزن بیلا. مقصد که کم ترک اصول رونیشه بای برادر عزیز. اینا این برادر اینا اصول کم ترک خودش روش سرنیشه که هست با گمان شمال شما یا که اینا دستم خطی هم تمکنم باید برای خودش. بچه ای ایستاد کن. زمانکوی قدیمه دارن. همش در رأس خداوند برادرای عزیز. ما فکری من خودم با فکرم شمال های که بروی که من دورتر من میره بناور بگیرم. ما فکر میکنم در پوشیده شده که وزمی در هموس نه با گمان شمال قطعی میروم. میروم پریر پس عبید به شمال هم نبود نه که من میدونم که وقت نه شمال نبود دکو نه که میگه پای که من فکر میکنم وزمی در همون طرف های نگیم دستم قطعیم تیله کیستم ایده بی میسته اخی ایده بی انا اینجا بسش میروه. دوستای عزیز من خلاصه من خودم برو وردم. نمیدونم چی بگم راستی گپ خیلی خداوند خودش در دنیا میگه اگر که جین و عجین و پریار دیده میشید انقدر چلیک هم خیلی مونده نمیشید. چلیک هم خیلی مونده نمیشید اگر دیده میشید. همه تکیه به پروردگار کنید. ما خدا داریم بر ما ناخدا در کار نیست. سربلند و تنسات خوناباد باشه در کجای باشید نباشید خداوند یار و مددگارتون باشه. محمد رسول الله صلی الله و آله و سلام در این دنیا و در او دنیا نگهبانتون باشه. سربلند و خوناباد و تنسات باشه.